نمایش اقتدار در آبهای خلیج فارس، رونمایی یکی از مینهای پیچیده نیروی دریایی سپاه. غزه، از نمایش شکر پیروزی فلسطینی ها در سرزمین مادری تا نقض مکرر آتش بس از سوی رژیم صهیونی و جعل هویت برای به دام انداختن کاربران، روایت فریب و سوء استفاده مجرمان سایبری در خبر شبانه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم ها آقایان سلام، شب بخیر، به اخبار شبانگاهی خوش آمدید. تصاویر یکی از مینهای پیچیده نیروی دریایی سپاه برای نخستین بار در رزمایش اقتدار پیامبر اعظم در خلیج فارس رونمایی شد. مین‌هایی که برای دفاع از جزیره و سواحل جزیره در واقع در نظر گرفته بودیم، اینها در سیستم خودش عمل کرد و اینا هدایت پذیرند، هوشمندند. شناورهایی که نزدیک بشن به جزیره مین‌ها عمل میکنند. صبح امروز هم در منطقه عمومی رزمایش علیرغم اعلام منطقه خطر در محدوده شمال خلیج فارس برای رزمایش نیروی دریایی، یک کشتی تجاری انگلیسی به این محدوده نزدیک میشد که با هوشیاری قایق‌های گشتی نیروی دریایی سپاه و تغییر مسیر از محل رزمایش دور شد. لس آنجلس زیر موج جدید آتش‌سوزی. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند 2 آتش‌سوزی گسترده این بار در زمین‌های اطراف 2 شهر سانتا کلاریتا و ونچورا در شمال و شمال غرب لس آنجلس رخ داده و به سرعت در حال پیشرویه. در سانتا کلاریتا برای 50,000 نفر دستور تخلیه صادر شده و به ساکنان ونچورا هم گفته شده آماده تخلیه باشند. موج اول آتش‌سوزی لس آنجلس تاکنون دست کم 28 کشته داشته. نمایش شکر پیروزی در سرزمین مادری. مردم خان یونس پس از 15 ماه مقاومت مقابل اشغالگران روی ویرانه‌های جامانده از جنایات صهیونیست‌ها نماز شکر پیروزی اقامه کردند. اولئک علیهم صلوات و اولئک هم المهتدون. همزمان رژیم صهیونیستی با نقض مکرر آتش بس با یورش به اردوگاه جنین منازل فلسطینیان را تخریب و ساکنان اردوگاه را مجبور به ترک خونه هاشون کرد. در 4 روز اخیر دست کم 12 تن در جنین و 2 نفر در رفح به دست صهیونیست‌ها شهید شدند. بر اساس نظرسنجی روزنامه عبری زبان اسرائیل هیوم 77% صهیونیست‌ها خواستار اجرای کامل توافق آتش بس در غزه هستند. ادامه خبرها. شبکه آمریکایی CNBC گزارش داد خسارت‌های جرایم سایبری از جمله کت‌فیشینگ تا پایان سال جاری میلادی به بیش از 10 تریلیون دلار میرسد. کت‌فیشینگ به معنای جعل هویت در فضای مجازی است که معمولاً برای فریب و سوء استفاده از دیگران اجرایی می‌شود. میگوید بعد از آن جمعه زندگیش مثل قبل نشده. زندگی ما بعد از این جنایت ویران شد. جنایتی که میگوید داستانش از این قرار است. خواهرزاده 15 سالش چند وقتی بود که فعالیت در شبکه‌های اجتماعی را شروع کرده بود. در این مدت با کاربری که خودش را یک نوجوان 17 ساله معرفی کرد آشنا شد. لس آنجلس تایمز می‌نویسد او هدایایی مثل جواهرات، مواد غذایی و پول برای دختر 15 ساله می‌فرستاد. البته این دختر خانم نمی‌دانست آن طرف تلفن مردی 28 ساله است به نام ادواردز. بعد از گذشت مدتی از این آشنایی و رد و بدل کردن بعضی اطلاعات شخصی، ادواردز یک درخواست می‌کند. او از آن دختر درخواست تصاویر خصوصی کرد.